یک روز دیگه و یا آموزش دیگه از یک لاستیک ایرانی و معرفی این لاستیک رو امروز میخوام ویدیو بذارم براتون که قشنگ آشنا بشیم با این لاستیک ایرانی که اسمش هست بارز. خب همون جوری که تو کلیپ‌های قبلیم بهتون گفته بودم مشخصات این لاستیک خیلی مهمه، ولی چون لاستیک ایرانیه خب میشه بگی کارکردش نسبت به لاستیک‌های خارجی خیلی کمتر هست، چون اینها از موادهای درجه 2 درجه 3 استفاده میکنن و صنعتشون در حد همون درجه 2 هست. خب اینجا میایم میبینیم که نوشته وزن این لاستیک اگه تنهایی باشه 4500 کیلوگرم. خب این لاستیک 385 65 22 نیمه. این لاستیک مخصوص گاریای ماشینای باری هستش، برای کشنده است و اینجا نوشته که 130 تا PSI باد داشته باشه که این لاستیک کلا همه لاستیک‌ها 350 باید 130 تا بادو داشته باشن، کمتر داشته باشن. این لاستیک چون سیمیه مطمئنا بعداً از بغل‌ها میشکنه یا ول میکنه، یا مثل این لاستیک میبینین که یک لایه از لاستیک کلا کنده شده، میبینین، یا این طرف لاستیک کلا صاف شده، یعنی اینجا کم گل داره، این آخرش زیاد گل داره. حتما به این لاستیک‌های ایرانی دقت کنین دوستان، تاریخش بسیار مهم هست. خب این لاستیک الان بخوام تاریخش رو بهتون نشون بدم، اینجا هست که نوشته 36 15. خب هفته 36 2015 است. این لاستیک دیگه کار نمیکنه چون لاستیک تاریخ گذشته است و حتی استوکش هم دیگه کار نمیکنه، مثل لاستیک‌های خارجی نیست. میبینیم که لاستیک چی شده و الان مشتری برام آورده که این لاستیک دیگه کار نمیکنه و انداختش دور. میبینیم که کلا دور تا دورش زده داره. خب این لاستیک اینجا هم که نگاه کنیم 5 دیواره جانبیش استیل هست، یک لایه استیل هم وسطش که حدوداً میشه گفت که لاستیک معمولی هست نسبت به لاستیک‌های دیگه، لاستیک بسیار معمولی هست. خب اینجا اطلاعات لاستیک هست. خب اینا زیاد به کار ما نمیاد، اصلا نیازی نیست بخونیم اونا رو، فقط تاریخ لاستیک مهمه که همیشه بهتون گفتم توی یک جای اینجوری هک شده بعد و وزنی که قرار این لاستیک تحمل کنه و بادش. خب اینا مهمه. سیم هایی که در این لاستیک استفاده شده رو باید ببینیم دوستان. لاستیک های ایرانی مثل بارز گلای متفاوتی داره، یکی 804 هست، 834 هست، 725 هست. خب اینا لاستیک های بسیار معمولی هست. حالا نسبت به لاستیک های چینی به نظرم لاستیک های چینی بهتر کار میکنن نسبت به لاستیک های بارز و این گلش مخصوصا. باز لاستیک گل 385 آره دیگه، گل 834ش که اینجا میبینی 834ش بهتر از این گل هست. این گل من زیاد دیدم که یا پله میشه یا کلا یک طرف از گل کلا کنده میشه و کار نمیکنه. معمولا من حالا برام اینجا زیاد لاستیک میارن که این موردا رو داره. خب باید دقت کنین تو انتخابتون دارین. بازم این لاستیک الان قیمتش تو این تاریخ فکر کنم حدوداً 28 تا 30 تومن باشه جفتش. خب دارین این پولو دارین میدین، میتونین یک لاستیک بهتر و با کیفیت تر انتخاب کنین. البته این لاستیک هم برای بعضی از کشنده ها خیلی میشه بگی لاستیک های خوبی هست، ولی برای بعضی ماشین ها که فشار ماشین و فشار تمام بار روی لاستیک های عقبی و آخری هست، خب این لاستیک زیاد جالب نیست و کار نمیکنه و خیلی باید دقت کنین نسبت به کارکرد این لاستیک و مشخصاتش.
خب دوستان خوشحال شدم از اینکه کلیپ امروز منم دارین میبینین و امیدوارم لذت ببرین. ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنین، سابسکرایب کنین و لایک کنین ویدیو رو تا ویدیوهای دیگه‌ای هم براتون بذارم. آشنا بشین با لاستیکایی که داخل بازار ایران هست و بدونین که کدوم لاستیک بهتره برای ماشین شما. و اینکه ممنون میشم از اینکه همه ویدیوهای منو ببینین و منو به دوستاتون معرفی کنین. دمتون گرم تا یه روز دیگه. خدا نگهدار.